بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، در سنن بيهقي از حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ومداسكي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. برای روزدار پیش از افطارش دعایی هست که رد نمی شود. پیش از افطار کردن 20 دقیقه، 30 دقیقه، 10 دقیقه، خلاصه پیش از افطار کسی اگر دعا کند دعایش رد نمی شود. و غیر این وقت هم در تمام روزش شخص روزدار اگر دعا کند دعایش به درگاه الله تعالی مستجاب می شود. بنابراین یک روزی ماه مبارک رمضان سپری شد. الله تعالی می گوید که ایام معدودات، ماه مبارک رمضان روزهای با شمار است، مراد تیز می گذرد و ماه مبارک است. بنابراین بنده می تواند در این مدت از این موسم خیر خوب استفاده کند، از جمله دعا کند. هر چیزی که برای فایدتان هست از الله تعالی بپرسید. هر چیزی که برای شما ضرر دارد از ضرر آن به الله تعالی پناه طلب کنید. همین گونه در حدیث ترمذی با دیگر لفظ آمده است که حدیث ابو هریره هست. میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ثلاثه لا ترد دعوتهم، 3 نفر شخصیت ها دعای آنها رد نمی شود. الامام العادل، یکمین اینها پادشاه عادل، پادشاهی که یعنی عدالت می کند و کسی را ظلم نمی کند، دعایش به درگاه الله تعالی مقبول است. این به نهایت مرتبه بلند است، چون که یک آدم در داخل یک عائله‌اش بین فرزندانش عدالت کرده نمیتواند. چی جای این که یک امام، جو به معنای به لفظ امام آمده است، امام عادل به معنای پیشوای عادل، این در یک کارخانه های معیده هم می شود و شاه هم در بر می گیرد. یعنی هر کسی که راهبر است و عادل است دعایش قبول است. دویمینش و صائم حین یفطر، روزدار وقتی که افطار میکند، یعنی پیش از افطار اگر دعا کند قبول است. و دعوت المظلوم، سیومینش دعای شخص مظلوم، شخصی که در بالاش ظلم شده است دعای وی قبول است. و الله تعالی سوگند یاد کرده است، گفته است که و عزتی لانصرنک ولو بعد حین، قسم به بزرگیم من تو را یاری میدهم ای مظلوم اگرچه بعد گذشتنی یه مدتی باشدم. حدیث ترمذی هست، حدیث صحیح هست.